انسان باید عاشق الله باشه. این دل جای محبت خودش است برادری عزیز. اگر غیر الله جا کردی انیق بدان که حیات تو پریشان می شود، حیات تو پر رنج و مشقت می شود. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خودش گویای این است که فقط دل تو، جسم تو، حیات تو، زندگی تو با ذکر یاد من آرام میگیره. اگر آرامی حیات، خوشحالی و خرسندی حیات بخواهی، رب العالمین میگه ذکری منه، محبتی منه در دل جا کن. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. با من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. دل تا خانه من کن، میگه شیطان جا نکن، دنیا را جا نکن، زن فرزند جای ویها نیست. و یک دل مهر دو هرگز نگنجد، برای امتحان دلدار سنجد.